شهرهای عجیب ایران با خصوصیات انحصاری. 1. اندیمشق در استان خوزستان، تنها شهری که در خاورمیانه 3 سد مطرح جهانی دارد و بیش از 80% برق کشور را تأمین می کند. 2. پاوه در استان کردستان، شهری بدون حتی یک چراغ قرمز. 3. لار در استان فارس، تنها شهر بدون کوچه و پس کوچه در خاورمیانه. بعد از زلزله‌ای که شهر را کاملاً ویران کرد، این گونه طراحی گردید. 4. چالدوران در آذربایجان غربی، شهر بدون کولر. دمای هوا به گونه‌ای است که در چله تابستان هم نیازی به کولر ندارند. 5. اردکان یزد، پولدارترین شهر ایران به دلیل معادن فراوان و ابرکارخانه‌های شخصی. گردش حساب بانک‌های آن نسبت به جمعیت 24 برابر تهران بزرگ است. 6. فردوس، شهری در خراسان جنوبی، دومین شهر امن جهان بعد از وین. در این شهر چیزی به نام دزدی و سرقت وجود ندارد. درب اکثر منازل و ماشین‌ها باز است. 7. تبریز، شهر بدون حتی یک گدا. 8. جلفا در آذربایجان شرقی، شهری بدون گورستان. مردم برای دفن شدن به روستاهای اطراف فرستاده می شوند. 9. نورآباد ممسنی، شهری که 18% جمعیتش دانشجوست. تهران با 12% رتبه دوم کشور را دارد. 10. ایوان در استان ایلام، شهر بدون غسالخانه. مرده‌ها طبق سنت قدیمی در حیاط منازل خودشان شسته می‌شوند. 11. بروجرد، با صفاترین شهر لرستان و خوشگذرانترین مردم ایران. 12. جزیره زیبای کیش در استان هرمزگان، تنها شهر بدون موتورسیکلت. 13. گچساران کهگیلویه و بویراحمد، ثروتمندترین شهر ایران، دارای 5مین ابرمخزن نفت جهان و بزرگترین منابع گازی ایران و خاورمیانه. 14. اصحلویه در استان بوشهر، شهری که جمعیت مهاجر و نیروهای مشغول به کار در آنجا تعدادشان 11 برابر جمعیت بومی است. 15. شادگان، تنها شهر بدون هتل و مسافرخانه. مردم این شهر حتی میهمانان غریبه را به منزل خود دعوت کرده و به خوبی پذیرایی می کنند. 16. سلماس در آذربایجان غربی، تنها شهری است که خیابان‌های آن شطرنجی است.